در گیرمی رقمی 2 غالبیت حساب نصیب میرزا جمیل رمضانов. در مؤسسه دولتی نوروزگاه شهر دوشنبه با افتخار تجلیل جشن نیوگان نوروز خجستپای با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه در همکاری با کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان مسابقه جمهوری گوشتن ملی گوشتنگیری برای دریافت جام پایتخت 2021 برگزار شد. در این مسابقه ورزشکاران زیاده از 128 نفر ورزشکاران بین هم سبقت می نمایند و هر یک رقابت، هر یک سبقتی که بین ورزشکاران در وزن‌های علایده دایر می‌گردد، یعنی که غالبان آن با مبلغ‌های پولی از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه قدردانی کرده می‌شوند. در این مسابقه پهلوانان جوان با سلیقه مملکت از ولایت‌های سوغد و ختلان و ولایت مختار کوهستان بدخشان اشتراک نمودند. من از این مسابقه خیلی خرسند و خوشحال باشم که با ما پهلوانان چنین مسابقات ها را برگزار گردانیده است. یادآور می‌شویم که با افتخار جشن بین‌المللی نوروز 21 مارس سال 2020 در مؤسسه دولتی نوروزگاه شهر دوشنبه با اشتراک بیش از 8000 نفر هواداران و مخلصان این نوع ورزش و با نمایش بهترین رقابت‌ها میان پهلوانان معروف مملکت چمپیونات جمهوری تاجیکستان اوید به گوشتن ملی برای دریافت جام پایتخت 2020 برگزار گردیده بود. در چمپیونات زیاده از 180 نفر ورزشکاران از شهر و ناحیه‌ها شرکت ورزیده در آخر غالبان با دیپلم، مدال و تحفه‌های خاطروی قدردانی گردیدند. مسابقه جمهوری گوشتن ملی گوشتنگیری برای دریافت جام پایتخت 2021 از روی نظامنامه در 4 وزن 65 72 90 و جمعی 90 کیلو پیش بینی گردیده است که دوام 2 روز ادامه می‌یابد. پهلوان‌های بهترین را باشد تحفه‌های پولی و غالبان مقام اول را نیز شاه جایزه ماشین سبکرو انتظار است.